دعای من قبول نشد. تو چی خبر داری دعای تو قبول نشد؟ در حالی که در حدیث صحیح میگه که وقتی انسان مسلمان دعا میکنه الله متعال نتایج دعای حضیره به اساس علم غیب خود برش میده، یا نتایجش امو لحظه که به منفعت بندهش از برش میده، یا چند وقت بعد برش میده، و یا ای که ایره میگذاره به روز قیامت، و یا هم در مقابل از این دعا از مصیبت های دیگه که بر از این میرسید اون مصیبت ها را از پیش از این دور میسازه. پس انسان مسلمان وقتی که دست دعا را به بارگاه الله بلند میکنه این میفهمه که این دعای ما قبول میشه، ولی نتیجهش آل برم بته. پیسه داری، فرزندت میخواه میگه بر من موتر بخر پدر. پدر بسیار مهربان است، خوشحال است که بچه از این یک موتر بسیار لکس بره درس بخونه، ولی میفهمه که بچه هنوز احساسات جوانی سر از این غالب است، این نمیتونه این موتر درست دریوری برش بکنه. باز میگه بانش خیر است، آل فعلا کمک به عقل است، باز 5 سال بعد برش موتر میخره، بار که یک ذره هوشیار شد 10 سال بعد باز برش میگیره.